مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هست. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم پشت پرده های تلویزیون ایران اینترنشنال رو و بررسی بکنیم که آیا تلویزیون ایران اینترنشنال وصل هستش به عربستان یا نه و آیا مدیران پشت پرده این شبکه مال عربستان هستن یا نیستن. و البته یه پرانتز هم اول این ویدیو باز بکنم و بگم که اصلا چی شد من این سوژه رو انتخاب کردم، چون طبق معمول به محض اینکه ما یک موضوعی رو افشاگری میکنیم به مزاج و تفکر یه عده خوش نمیاد، اصلا میگن این موضوع رو ارتباط داره با جمهوری اسلامی، از اونا پول میگیره چنان. این موبایلم هم افتاد به همین شدت و همین قدرت میان و نسبت به این قضیه صحبت میکنن. بعد به این افراد بگم که دوستان من، شمایی که خودتون رو منتقد آخوندها میدونید و فکر میکنید من مزدورم، به حال این کلام از کسانی نقل میشه که حکومت سیستم آخوندی رو قبول ندارن و میگن که هر کسی در هر کجای جهان از رسانه هایی مثل ایران اینترنشنال، بی بی سی، من و تو، وی او ای، مسیح علی نژاد، ایکس وای زد انتقاد بکنه، قطعاً با همین کیفیت مزدوره. بعد همین ها میرن تو خیابون گلوی خودشون رو جر میدن و خودشون رو با همین غلظت پاره میکنن و شعار زن، زندگی و آزادی رو میدن، در صورتی که معنی کلمه آزادی رو نفهمیدن. آزادی یعنی چی؟ یعنی آزادی در کلام، بیان و نظر دادن در خصوص تلویزیون ها و دموکراسی داشتن. آقا توی که یقه خودت رو جر میدی و میگی آزادی وجود داره، باید اجازه بدی که آزادانه رسانه ها در خصوص موضوعات مختلف صحبت بکنن. حالا چی شد انقدر با هیجان گفتم؟ به خاطر اینکه من چند ساعت پیش اومدم یه استوری گذاشتم و گفتم که قراره که راجع به تلویزیون ایران اینترنشنال صحبت بکنم و بگم که آقا این تلویزیون آیا وصل هست به عربستان یا نیست و اصلا چی شد این سوژه رو انتخاب کردم. و اینکه مرض ندارم که مثلا فکر کنید که مثلا رفتم یه موادی کشیدم زدم یا مثلا حالا اینکه الکترو اسموک مثلا دودی گرفتم و اینا و اومدم گفتم که برم صحبت بکنم راجع به این تلویزیون یا از این صحبت. نه، من امروز یه دونه ویدیو دیدم از ایران اینترنشنال، یه تیکه اومد یه جمله گفت این مجتبی پورمحسن. من ویدیوهاشون هم میبینم، یعنی معتقدم که آدم حتی اگر میخواد انتقادی انجام بده راجع به هر رسانه‌ای بعد بره کامل اون رسانه رو نگاه بکنه، کاملا از همه زوایا. چون اگر شما کامل فعالیت‌های یک رسانه رو نبینید اجازه اظهار نظر ندارید. با ویدیوهای گزینشی که نمیتونید اظهار نظر بکنید. یه تیکش یه جمله گفت، اون جملهش به نظر من خیلی رخ عقاب و این صحبت ها بود. ببین چی گفته بود. اصلا به خاطر این جمله من تصمیم گرفتم این ویدیو رو بسازم. بشنوید. دستور اعتبارزدایی از رسانه‌های آزاد را صادر کرده و مستقیما اشاره کرده باید شبکه ایران اینترنشنال را به عربستان سعودی منتسب کنند. اما بله، این یه تیکه از ویدیویی که تلویزیون ایران اینترنشنال منتشر کرده بود و صحبتایی که کرده بودن و معتقد بودن که این ادعا کذب و بی اساس هستش، دلیلی شد که من این ویدیو رو بسازم و با افشای یه سری اسناد و مدارک و ثبت شرکت‌های تلویزیون ایران اینترنشنال ببینید اصلا مالکاش کیان، کجان، چی کار میکنن. البته از اون ور قضیه یه عده‌ای میگن که الان وقت افشاگری نیست، چرا داری تفرقه میندازی، تلویزیون ایران اینترنشنال داره از مردم حمایت میکنه و چه اینو چرا. همه این پیاماتون رو من میخونم. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که تلویزیون ایران اینترنشنال
وقتی میاد همچین ادعایی رو میکنه و هم خودش هم مجریاش هم کارشناساش هم یه سری از افراد دلبسته و وابسته این شبکه هم یه سری از افرادی که از طریق این تلویزیون معروف و مشهور شدن میان پشتش قرار میگیرن و میگن که نه با عربستان نیست و چه اینو چرا. حالا امروز یه سری سند و مدرک رو بهتون نشون میدم و یه نکته اصلی وجود داره در جواب اون افرادی که میگن این تلویزیون داره از مردم حمایت میکنه و الان وقت این صحبت ها نیست و تفرقه میندازه چه اینو چه. اولا اینکه این تلویزیون چه حمایتی داره از مردم میکنه؟ مردمی که میرن کف خیابون ها کشته میشن و جون میدن و گلوله میخورن و زندانی میشن و شکنجه میشن به خاطر تلویزیون ایران اینترنشنال میرن توی خیابون یا به خاطر داشتن یک زندگی عادی نه خوب و عالی؟ به خاطر فقر و بدبختی و بیکاری میرن توی خیابون ها اعتراض میکنن یا به خاطر مجریای تلویزیون ایران اینترنشنال و سایر برابچ؟ از اون طرف این تلویزیون چه حمایتی از مردم کرده؟ فقط تصاویر اعتراضات رو پخش کرده، کاری که وظیفه همه رسانه هاست. چه حمایتی میخواسته بکنه؟ پول تو جیبی به مردم داده؟ نمیدونم به مردم امکانات داده؟ چه کاری انجام داده؟ میخوام بگم که بعضی وقتا ما وقتی که سواد رسانه‌ای نداشته باشیم نمیدونیم که این رسانه ها دارن چه کار رو انجام میدن. از اون ور قضیه یه میگن که خب الان وقت این صحبت ها نیست، وقت تفرقه انداختن نیست، وقت این صحبت نیست. وقتی که تو همین موقعیتی که یه میگن الان وقتش نیست، این تلویزیون میاد یه همچین ادعای دروغی رو میکنه، الان وقتش نیست جوابشو بدیم، بذارم 7 ماه دیگه 10 ماه دیگه. و نکته مهمتر دیگه اینکه حالا ما یه سری اسناد مدرک نشون میدیم که آیا این تلویزیون به عربستان وصل هست یا نیست. همیشه هم گفتم عربستان به هیچ عنوان دلش نمیخواد که در ایران انقلاب بشه و این آخوندا برن. چرا؟ یه عده این موضوع براشون درکش سخته. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این آخوندها این رژیم بره و انقلاب بشه، ایران یه 4 تا آدم حسابی میاره میذاره تو اون مملکت، وضعیت قیمت نفت و گاز و کوفت و زهرمار چیزای مختلف رو درست میکنه و تحریم ها برداشته میشه و ایران میشه یکی از قدرت های بزرگ جهان در تعیین قیمت نفت و گاز و عربستان باید بره گاز بچرونه و دیگه عربستان نیستش که بیاد قدرت نمایی بکنه برای کشورهای بزرگ دنیا و قیمت نفت و گاز رو تعیین بکنه. با وجود این آخونده عربستان میتونه قدرت نمایی بکنه. پس وجود این آخونده برای عربستان قدرته. پس نمیخواد تو اون سیستم انقلاب بشه. این اصلا دو تا 4 تا، یعنی به هر کسی 2 تا 4 تا رو بگید و یه چوسه عقل سیاسی داشته باشه این قضیه رو میفهمه. کشورهای حاشیه خلیج فارس نمیخوان تو ایران انقلاب بشه. قبل از اینکه جام جهانی بشه من ویدیوشو ساخته بودم، نقشه ایرانو گذاشتم کاملا، گفتم به خاطر که اگه ایران انقلاب بشه بعد کشورهای دبی، کشورهای مختلف دیگه برگردن به 200 سال پیش با شطور این ور اون ور برن، به خاطر اینکه ساحل ایران و طبیعت بکر ایران باعث میشه که تمام توریستا بیان جنوب ایران. اگر اون آخوندا برن و سیستم همه درست بشه، وصل بشیم به بانک‌های جهانی و چنین و چنان و تحریما بره. ترکیه جمع میکنه میره ترکیه، دوست نداره در ایران انقلاب بشه آخوندا برن، به خاطر اینکه ایران میشه هاب منطقه و تمام پروازا میاد تو ایران، به جای اینکه بره تو ترکیه، به جای اینکه برن تو آنتالیا و کازینوهای قبرس، تو ایران کازینو میزنن و مردم میرن تو ایران این کارا رو انجام میدن. حالا من خودم که مخالف کازینو و چیزای مختلفم، ولی میخوام بگم که هستن این چیزایی. به جای اینکه مردم بخوام برن آذربایجان و روسیه و جای مختلف که طبیعت دریای اون ور شمال دریای مدیترانه بود، سواحل مدیترانه و دریای شمال و جای مختلف و اونا رو ببینم میام تو ایران. دریای خزر و همه این اتفاقات مال ایران میشه. پس وجود این آخوندها کشورهای منطقه رو خوشحال میکنه، میگن اینجوری میزنن، میگن اوف ایران هست، آخونده هم هستن، با این مدیریت فشلشون کل دنیا تحریمشون میکنن، همون طوری سرخورده میشن و همون جوری پایین میمونن و ما تو منطقه و جهان برای خودمون عشق و حال میکنیم. حالا آخونده چرا از این وضعیت راضین؟ شاید بگن که آخونده راضین عربستان و چیزهای مختلف بیان اینجوری قدرت، فکر کنم اونا نمیفهمن، نمیدونن، اتفاقا راضین به خاطر اینکه خودشون دارن چپاول میکنن، دزدی میکنن، خودشون سیرن، میگن ما که سیریم، اونا هم سیرن، فلان لق مردم.
تو 4 تا ساده است. من یعنی دیگه این خیلی ساده است. اما برگردیم به تلویزیون ایران اینترنشنال. ماجرای اسنادی که ما به دست آوردیم برمیگرده به ویدیوی این علی علیزاده که چند سال پیش، ماشاءالله امروز این روزا هم خیلی سنگ جمهوری اسلامی آخوندا رو هم به سینه میزنه و قطعا براش منافع مالی داره، حالا یا چیزهای مختلف، کاری باش نداره. چند سال پیش رفته بود توی تلویزیون ایران اینترنشنال و یکی دو تا از این تلویزیون ها و صحبت کرده بود. البته تو این تلویزیون که رفته یکی دو تا سوال خوبم به نظر من پرسید. حالا ما کاری با کاراکترش نداریم، وقتی میگیم احترام بعد به حال به اون عقایدم احترام گذاشته بشه. حالا به حال این حرکتایی داره میکنه. سوالش این بود که آقا این تلویزیون ها منبع مالیشون از کجاست؟ و بعد از اینکه این کار رو انجام داد، به ادعای خودش علی علیزاده توی این ویدیو میگه که تلویزیون ایران اینترنشنال ازش شکایت کرده. ویدیویی که چند سال پیش توی پیج اینستاگرام خودش منتشر کرد. ببینیم این ویدیو رو. سلام، علی علیزاده هستم. امروز صبح ایمیل دریافت کردم از طرف شرکت حقوقی TLT، وکیل ایران اینترنشنال. تهدید شدم که تا 10 صبح فردا تمام آنچه در نقد تلویزیون ایران اینترنشنال و رئیس و کارمندش نوشتم رو باید از شبکه‌های اجتماعی حذف و پاک کنم و خودم رو سانسور کنم و از این افراد هم به صورت رسمی معذرت خواهی کنم. و بله، خب ادعاش هم این بودش که باید از این شبکه عذرخواهی بکنه و از این صحبت‌ها به خاطر اینکه انتقاد کرده چه. بعد اومد یه دونه متن شکایت سال 2018 تاریخش هم هست منتشر کرد و گفتش که این ایمیل تهدید آمیز وکیل ایران اینترنشنال بوده که براش فرستاده. میخوایم از حالا بررسی بکنیم اسناد. ایمیل علی علیزاده رو میبینید، وکیل شرکت رو میبینید و اینجا یه شرکتی به اسم DMA مدیا لیمیتد خودش رو نماینده تلویزیون ایران اینترنشنال معرفی کرده و گفته که تلویزیون ایران اینترنشنال زیر نظر شرکت DMA مدیا لیمیتده و از طریق این شرکت DMA مدیا لیمیتد که یه شرکت حقوقی هم نیست، حالا این شرکت رو هم جلوتر بررسی میکنیم، یعنی میگن که وکیلشون این نامه رو زده، این شرکت حقوقی نیست، شرکت مدیاه و میگن ایران اینترنشنال زیر نظر این شبکه بوده و گفته که علی علیزاده 2 تا اکانت داره، تهمت زده و چنین و چنان، بعد ویدیوهاشو پاک بکنه و معذرت خواهی بکنه و چنین و چنان از تلویزیون ایران اینترنشنال تیوی که این روزها داره معترض میشه که چرا جمهوری اسلامی در قطر این تلویزیون رو راه نداده و خبرنگاراش رو راه نداده که پوشش خبری بدن جام جهانی رو. خودش 2018 مخالفاشو با این نوع شکایت ها و ایمیل ها تهدید میکرده. پس شما که دیگه دست کمی از جمهوری اسلامی ندارید دیگه، قربونت برم. شما مخالفاتون رو تهدید میکنید، تهدید به شکایت و چیزهای مختلف طبق این اسنادی که وجود داره. جمهوری اسلامی هم شما رو همین بلا زدتون میده. حالا ما این قضیه کاری نداریم. من البته مخالف اینم که مثلا سانسور صورت بگیره یا بخواد جمهوری اسلامی کسی دیگه این کار انجام بده، ولی خب به هر حال چیزی که عوض داره گله نداره. بگذاریم. این شرکت ایران DMA مدیا لیمیتد که ایران اینترنشنال زیر نظرش هستش رو توی ذهنتون داشته باشید. DMA بزرگم روی کاغذ نوشتم، حالا از فکر کنم کیفیتش آنچنان خوب نباشه، جلوتر بهش میپردازیم. اما توی بریتانیا یه کمپانی وجود داره، یه سازمانی وجود داره به اسم آفکام که تمامی مدیاها و رسانه ها زیر نظر آفکام باید فعالیت بکنن و هر کسی هم میخواد حالا به عنوان حقیقی و حقوقی از تلویزیون یا رسانه شکایت بکنه میره پیش آفکام و میگه سلام علیکم من شکایت دارم و اونجا مجوزها داده میشه اصطلاحاً. وقتی که میریم ما توی آفکام سرچ میکنیم همش قابل استعلام، میتونید خودتون هم ببینید و حالا من دارم بهتون نشون میدم. گفته شده که تلویزیون ایران اینترنشنال لایسنس این شبکه به اسم گلوبال مدیا سرکولیتینگ لیمیتد و متفاوت هستش با DMA که در نوع خودش جالبه دیگه.
شکایت رو با یه شرکت دیگه انجام میدن، اما ثبت رسمی در آفکام یه چیز دیگه هستش. اما رفتیم ما این شرکت گلوبال مدیا رو توی اداره ثبت شرکت‌های بریتانیا سرچ کردیم که شما هم میتونید برید سرچ بکنید و می‌خواستیم ببینیم که مالکای این شبکه گلوبال مدیا چه افرادی هستن. نام 2 نفر به چشمون خورد: عبدالکریم، عادل عبدالکریم و عادل عبدالکریم. یعنی حالا تفاوت این دوتا چیه؟ تفاوت اینا یکیش عادل عبدالکریمه، یکیش عادل العبدالکریمه. یعنی یکیش یه ال داره، یکیش یه ال نداره. و وقتی که میریم بررسی میکنیم شرکت های متفاوتی رو این عادل عبدالکریم داره توی سالهای مختلف، که جالب بدونید که همین شرکت گلوبال مدیا هم مال این آقای عادل عبدالکریمه و عادل العبدالکریم هم همینطور شرکت گلوبال مدیا رو داره. وقتی که وارد اطلاعات شرکت گلوبال مدیا میشیم و توی قسمت تاریخچه این شرکت میریم، این پایین ثبت شرکتش وجود داره که 26 آگوست سال 2016 این شرکت ثبت شده و اطلاعاتش وجود داره. میتونید خیلی راحت دانلود بکنید که من اطلاعات این شرکت رو دانلود کردم که شما میتونید برید ببینید. تمام این اطلاعات موجود توی فضای اینترنت و خیلی هم پیچیده و عجیب و غریب نیست، ولی خب یه سرچ ریز میخواد دیگه. وقتی میریم پایین و اطلاعات این شرکت رو میبینیم، من برگردم به این قسمت. اینجا عادل عبدالکریم رو متولد 1964 معرفی کرده و گفتن که ایشون انگلیسی هستن و توی ملیتاش تمام اینا همه رو انگلیس زده، حتی این شرکتاش هم توی انگلیس زده. نشنالیتی خود عادل عبدالکریم رو هم زده بریتیش، یعنی تا اینجا که همه چی بریتیشه. اما وقتی میریم اینجا توی اسناد ثبت شرکت، اینجا نگاه کنید نشون میده که عادل العبدالکریم درسته که توی انگلیس این شرکت رو ثبت کرده و متولد 1964 اما نشنالیتی سعودی عربیان هستش، یعنی عربستان سعودی، که اینجا نشون میده که این شرکت رو، یعنی کمپانی که توی آفکام هم هستش به اسم گلوبال مدیا، به اسم عادل العبدالکریم هستش که این آیه عادل العبدالکریم هم وضع مالی خیلی خوبی داره و توی سایت‌های مختلف هم میتونید تراکنش مالیش رو ببینید که چند وقت پیش هم حتی یه دونه شرکت دیگه رو هم ثبت کرده بوده به اسم ولاند که حالا توی اطلاعات ثبت شرکتش هم هست، میتونید برید ببینید و خیلی راحت تمام اطلاعات این شرکت وجود داره که چه فعالیتایی داره میکنه و تمام اسنادش وجود داره. خیلی هم زیاده اسناد مالیاتیشون، چقدر مالیات پرداخت کردن و دقیقاً تمام این اسناد که ما برای ایران اینترنشنال اومدیم بررسی کردیم دقیقاً برای تلویزیون من و تو هم وجود داره که کیوان و مرجان عباسی هستن، رفت و آمدهای پولشون و همه اینها هم وجود داره. حالا این اسناد وجود داره، تمام این اصطلاح هم وجود داره. من نمیدونم که حالا این وسط چه اصراری دارن که بگن که این تلویزیون وابسته به عربستان نیست و مالکاش اون افراد نیستن. البته ایوزاوی هم راست میگن دیگه، به حال مالکش توی عربستان نیست، پاسپورت انگلیسی هم داره، یعنی توی دل خودشون نیتشون صاف و پاک و راسته، ولی تعدیگش شعبش میخوره به عربستان و اون افراد. این هم با سند و مدرک، با استلام ساده، خیلی هم چیز پیچیده و عجیب و غریبی نیست برای اون کسایی که یقه خودشون جر میدن. این هم دلیل برای نمیشه که من بگم آقا این تلویزیون رو تحریم بکنید، اون تلویزیون رو تحریم بکنید، نبینید. نه، من میگم که شما آگاه بشید
و خودتون عاقل باشید و فقط تلویزیون ها رو ببینید، نگاه بکنید و رصد بکنید. اینکه چی خوبه چی بده رو خودتون تشخیص باید بدید. من نمیتونم به شما بگم آقا اینو ببین اونو نبین. این دیگه اصلا خلاف دموکراسی و آزادی و چیزایی هستش که مردم هم دارن راجع به شعار میدن و همون اول ویدیو هم گفتم. من فقط میگم آگاه باشید. اونی که میگه نبین، اونی که میگه نگاه نکن، اون خودش کسیه که فکر میکنم دست کمی از مزدورا و دست کمی از کسایی که با اون سیستم سر و کار دارن نداره. من فقط میگم آقا آگاه بشید. شعارم هم همین بوده، همیشه هم گفتم که زن زندگی آزادی، مرد میهن آگاهی، نه آبادی. چون دوستان به اسم آبادی چپاول هم میتونن بکنن. همیشه هم تکرار میکنم که ملکه ذهن دوستان بشه. اینم قابل توجه اونایی که اومده بودن گفتن که تو الان داری تفرقه میندازی و فلان میکنی. آقا تفرقه چی؟ الان آگاه کردم، مثل سند مدرک هم نشونتون دادم. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.